من این خاطره رو شاید بازم نمیدونم حالا نقل کردم خدمت رفقا یا نه، خاطره قشنگی است. مرحوم شهید دیالمه، من از ایشون این خاطره رو یه جا تو خاطراتش نوشته بود، کتاب زندگی بود از ایشون خودش جزو خاطراتش این رو گفته بود. شهید دیالمه میدونید اولین جوانترین نماینده مجلس تو دور اول بود بعد از انقلاب، محمد مشهد بود. خیلی بچه حزب اللهی متدینی بود که اون موقع با بنی صدر خیلی در افتاده بود. شهید دیالمه تو خاطراتش میگه من دوران دانشجویی تو دانشگاه فردوسی مشهد یه مرتبه یکی از اساتید متدین داشت راجع به راستگویی و صداقت حرف میزد. بعد میگفتش که بچه‌ها راست گفتن و اینکه آدم تو بالا پایین زندگی دروغ نگه هنره، از هر کسی بر نمیاد. بعد گفتش که اگه کسی بتونه یه ترم تحصیلی قول بده دروغ نگه یه جایزه پیشوند داره. یه ترم تحصیلی منظور یه نیم سال مثلا 4 ماه 3 ماه 4 ماه کی میتونه؟ هیچ کی دست بلند نکرد. شهید دیالمه میگه من دست بلند کردم، گفتم من میتونم. استاد گفت آقای دیالمه کار سختیه ها، گفتم من میتونم استاد. گفت از فردا صبح تا یه ترم تحصیلی شما دروغ نگو، خودت هم بعدش بیا به من بگو که من نگفتم، من قبولت دارم و جایزه بهت میدم. دیالمه میگه من ظهر که شد رفتم بیرون دانشگاه برای نماز مسجد. وقتی که از مسجد برگشتم اومدم پیش اون استاد، گفتم جناب استاد میشه اون قراردادمون رو با هم فسخش کنی؟ گفت به همین زودی؟ تازه فردا قرار بود شروع کنی. گفت من رفتم تو نماز گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیدم دارم دروغ میگم. درسته که خدا رو بزرگی و آقایی خودش هیچی نمیگه، به روی ما هم نمیاره، ولی اگه قرار بشه که واقعا دروغ نگم و عهد ببندم که دروغ نگم، این دروغ. کجا ایاک نعبد، کجا ایاک نستعین، کجا فقط و فقط تو رو میپرستیم، فقط و فقط از تو اطاعت بکنیم. من خیلی از اوقات نفسم اطاعت میکنم، هرچی دلم میخواد رو انجام میدم، پس فقط و فقط از خدا اطاعت نمیکنم. کجا فقط و فقط ایاک نستعین، از خدا کمک بخوام. خیلی از اوقات هستش که من به کس و ناکس رو میندازم، تملق میگم، خم میشم جلوش. اون موقع که کارم به خنسی خورد و کسی نبود تازه یاد خدا میفتم، اون آخر. پس بنابراین من دیدم راست نمیگم. اگه میشه اون قرارداد رو با هم فسخش بکنیم. حالا من نمیخوام بگم به این سختی که این بزرگوار گرفت، نه، حالا این رو خدا وقتی گذشته دیگه، حالا ما بگذاریم دیگه، وقتی خدا دیگه هیچی نمیگه. ولی واقعا اون دونه درشتاشو که آدم زبونش مراقب باشه.